سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. در مورد برنامه نوروزیمون من لازم دونستم که یه سری نکات تکمیلی رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید بچه‌ها، با شروع تعطیلات نوروزی بعد از گذشت معمولا 5-6 روز اول برای داوطلبای جدی سرحال ممکن هستش که یه سری بی‌انگیزگی‌های مقطعی اتفاق بیفته. یعنی دانش آموز وقتی که تعطیلاتش داره طولانی میشه احساس میکنه روز به روز داره انگیزه‌هاش برای درس خوندن کمتر میشه، احساس میکنه که از هدفش داره دور میشه، چون در واقع بازه تعطیلات ما تقریباً یه بازه 3 هفته‌ای هستش و خب شاید مثلا تا 4-5 روز اول برای دانش آموز جذاب باشه، ولی کم کم روز به روز که میگذره احساس میکنه که انگیزه‌هاش داره کم میشه و از هدفش دور میشه. و شاید یه سری از بچه‌ها برای خودشون برنامه‌ریزی کردن که مثلا از روز سوم، از روز چهارم، روز 200 تا 300 تا تست بزنن و میبینن که نمیتونن این کارو بکنن. پس این خودش باعث این میشه که نسبت به گذشته اون انگیزه‌هاشون کمتر باشه. خب قطعاً توی فضای نوروزی با توجه به اینکه دید و بازدید هست، مسافرت ممکنه باشه و امسال که ماه رمضان توی در واقع عید نوروز قرار داره، قطعاً ممکنه که فضای منزل و جایی که دانش آموز در واقع توش زندگی میکنه خیلی مناسب درس خوندن نباشه. به همین دلیل ما تو مجموعه گام طلایی بر اساس تجربه بیش از 10 سالمون توی برگزاری اردوهای نوروزی امسال هم دقیقاً تایم هایی رو در نظر گرفتیم مثل 6م، 7م، 8م و 9م فروردین 1403 که فرصت بسیار خوبیه که دانش آموز در واقع با برنامه‌ای که ما براش در نظر گرفتیم توی 4 روز در اختیار ما باشه به شکل حضوری داخل مؤسسه و 20 جلسه کلاس رو تجربه بکنه. کلاس هایی که شاید مثل کلاس های دیگه مؤسسه تو ایام دیگه سال نباشه، کلاس هایی که صرفاً در واقع توی عید نوروز داره برای این ایام برگزار میشه و میتونه بازدهی خیلی بالاتری داشته باشه، چون صبح دانش آموز با انرژی میاد اینجا. مثل سال تحصیلی نیستش که بعد از مدرسه یا روز پنجشنبه با خستگی مدرسه بخواد بیاد، با انرژی میاد اینجا. در واقع یه برنامه ویژه‌ای رو داره، 5 زنگ 6 زنگ کلاس تقریبا 1 ساعت و نیم براش گذاشته میشه با یه فضا و محیط جذاب‌تر و میتونه در واقع توی این 4 روز انگیزه‌های خودش رو شارژ بکنه. تمام اون نقاط ضعفی که شاید فکر میکنه از اول سال داشته رو یه جورایی پوشش بده و کاور بکنه و این خودش باعث میشه که بعد از پایان این دوره خود به خود اون برنامه‌ای که ما از 26 در واقع اسفند ماه براش نوشتیم که توی خونه به عنوان مکمل کلاس هامون قرار هستش که کار بکنه با جدیت بیشتری دنبال بکنه و در کنارش میدونه که در واقع به یه سری تفریحات و استراحتش هم رسیده. پس این که چرا ما تاکید میکنیم که توی ایام نوروز بهترین راهکار استفاده اردوهای نوروزی هست، به همین دلایلی که خدمتتون عرض کردیم. اولا توی فضای خونه یا حالا محل مسافرت شاید نشه کاری که توی مؤسسه داریم انجام میدیم که من قطعا مطمئنم این امکان وجود نداره انجام بشه. و اصل دوم این هستش که اینجا صحبت‌های مشاوره و صحبت‌های انگیزشی که با دانش آموز انجام میشه، ارتباطشون با دبیرا باعث میشه که دوباره انگیزه‌هاشون شارژ بشه. و نکته سوم این هستش که هر مطلب و نکته و ابهامی داشته باشن در حضور دبیراشون میتونن در واقع اونها رو بپرسن و رفع اشکال بکنن، در حالی که اگر دانش آموز صرفا تو خونه بخواد خودش این کار رو انجام بده شاید دسترسی به دبیرش نداشته باشه، شاید ویدیوی اون مبحث مثلا موجود نباشه توی سایت مؤسسه، شاید مثلا کلاس آنلاین اون روز برگزار نشده باشه. پس بهترین در واقع پیشنهاد برای این ایام اردوی حضوری گام طلایی هست. ما تجربه بیش از 10 سالمون همه این چالش ها رو بررسی کردیم و به بهترین مدل رسیدیم. منتظر حضور همتون توی نوروز 1403 در ایام در واقع تعطیلات برای اردوی جمع‌بندیمون هستیم. یه نکته آخری رو هم که من می‌خواستم بهتون بگم، این اردو برای 2 دسته از افراد در واقع 6 و 9 مفیده. هم بچه‌هایی که هنوز استارت جدیشون رو خیلی نزدن و از عید تازه میخوان استارت جدی رو بزنن که میتونن در واقع توی یک فضای حرفه‌ای‌تر بیان و یاد بگیرن که درس‌ها رو چجوری باید بخونن، مباحث تا حدودی براشون در واقع نکاتش گفته میشه و هم بچه‌هایی که از مهر ماه یا آبان ماه یا حتی از تابستون استارت جدی رو زدن اما در واقع یه سری نقاط ضعفی رو توی این مدت احساس میکنن و الان فرصت این هستش که این ایرادها رو برطرف بکنن. پس اردوی نوروزی میتونه مناسب همه
دست داوطلب‌های موفقیت تو آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی پایه 6 و 9 باشه و منتظر دیدار همه دوستان هستیم. سال خوبی رو پیشاپیش براتون آرزو میکنم.